خواننده‌ای که یه زمانی مدل ریشش قوقا به پا کرد. فکر کنم بشناسینش. دهه 50 یا 60 همه میشناسنش. کسی نیست جز ستار. حسن ستار در آبان ماه 1328 در تهران متولد شد. دوران نوجوانی خود را مثل بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران در محله شهباز تهران گذرانید. دوتا دستام مرکبی، تموم شعرام خط خطی، پیش شما شازده خانم، منم فقیر پاپتی. ستار تحصیلات خود را در دبستان و دبیرستان اقبال به اتمام رساند و لیسانسش را در رشته اقتصاد بین المللی از مدرسه عالی بازرگانی دریافت نمود. اولین آهنگ ستار خانه به دوش نام داشت که بر اساس سریال معروف خانه به دوش مراد برقی که پرویز کاردان بازیگر و کارگردان آن بود در 22 سالگی اجرا نمود. این آهنگ با شعری از ایرج جنتی عطایی و آهنگی از بابک بیات سرآغازی شد تا ستار با خواندن آهنگ‌های همسفر، شهر غم، صدای بارون، سرسپرده، شازده خانوم، گل سنگ و ده‌ها آهنگ دیگر به شهرت و محبوبیت برسد. ستار تا به امروز بیش از 200 آهنگ و ترانه اجرا کرده که بیشترین آنها در رده آهنگ‌های ماندنی در عرصه موسیقی کشورمان بوده است. ستار با صدا و حنجره استثنایی و همچنین علاقه خاصی که به موسیقی اصیل ایرانی دارد، در هر دو سبک موسیقی پاپ و اصیل ایرانی یکی از بهترین هاست و هر دو نوع موسیقی را بسیار زیبا و ماهرانه اجرا می کند. ستار به عنوان یک هنرمند با شخصیت مورد احترام جامعه و همکاران خود می باشد. او به ورزش فوتبال نیز علاقه زیادی دارد و به عنوان بازیکن و کاپیتان تیم هنرمندان سالیان درازی است که به بازی ادامه می دهد. ستار در سال 1363 صاحب دختری به نام شیلا شد. اسم دو دختر دیگر ستار شینا و شیداست. فرصت بدید عاشقین و خدمتتون عرض میکنم، واسه فرار از دلم دو پا دیگه قرض میکنم. اگر از برنامه‌های ما خوشتون اومد لطفاً عضو شدن و اشتراک رو فراموش نکنید.